من هلیا، یکی که نه بابا داشت نه مامان، نه یکی که آخر اسمش عزیزم بگه. کل بچگیم تو بهزیستی گذشت. یعنی همون جایی که همه چی بوی ضد عفونی و ترشی دلتنگی میده. همیشه صدای جیغ یکی از بچه‌ها توی راهروها بود. همیشه یه مربی بود که زور میزد به هممون ثابت کنه که خیلی حواسش بهمونه. ولی تهش فقط یه شیف بود که باید تموم میشد. از بچگی عادت کرده بودم به لباسای دست دوم، به اسباب بازیایی که یه تیکش کم بود، به غذاهایی که همیشه یه چیزی کم داشتن، یا نمک یا مزه خونه. راستش من اصلا نمیدونم خونه چه شکلیه. یعنی برام یه 4 دیواری ساده که یه گوشش مامان با دمپایی راه میره و یه گوشش بابا با لباس کار نشسته روی مبل. یه چیزی که فقط توی فیلم‌ها دیده بودم. همیشه وقتی تلویزیون به اتاقمون می اومد و یکی از فیلمای آبکی شبکه 3 پخش می شد، زل می زدم به سکانسای سفره خانوادگی، قاشق و چنگال و مامان و بابا و دعوا سر اینکه کی بره نون بگیره. اینا برام مثل فانتزی بودن. یه چیزی تو مایه های همون عروسک باربی که هیچ وقت نداشتم. بزرگ شدم با دعوا، با گریه های نصف شب، با کابوسایی که وسط خواب می پریدم و توی همون تاریکی دنبال نفس کشیدن می گشتم. با دعوای هم اتاقیا و با حسودیا، با قهرای بیدلیل، با دوستای نصف و نیمه‌ای که یا زود رفتن یا زود عوض شدن. یه جورایی باید زود بزرگ می شدم. زود بفهمم که این دنیا با کسی شوخی نداره، که اگه خودت به فکر خودت نباشی هیچ کس دیگه هم نیست. مربیای مهربون فقط تا وقتی بودن که نوبت شیفتشون تموم نشه، تا اینکه بالاخره رسیدم به 18 سالگی. همون روز لعنتی که همیشه ازش میترسیدم. روزی که قانون میگه دیگه حق نداری تو بهزیستی بمونی. باید بری هر جایی که میخوای، هر جایی که میتونی، هر جا که میشه یه گوشه پیدا کنی واسه زنده موندن. یادم اون روز صبح بدون هیچ مراسمی، بدون خداحافظی خاصی، فقط یکی اومد گفت هلیا وسایلتو جمع کن، وقتشه. و من موندم با یه چمدون کوچولو پر از لباسای کهنه و یه عالمه ترس. ترسی که هرچی بزرگتر می شدم با هم بزرگتر می شد. همه بچه ها از چند روز قبل نگاه می کردن. یه جور نگاه ترحم‌دار. انگار مرده بودم. انگار قرار بود برم به یه جایی که دیگه بر نگردم. خب راستش یه جورایی هم همین بود. تهش اینجا خونه من بود. حتی با همه زخماش، با همه بدیاش، ولی بازم یه سقف بود. یه تخت بود. اون روز ظهر وقتی در خروجی رو بستم، حس کردم یه تیکه از روحم همونجا جا موند. مثل وقتی که یه تیکه لباس به میخ گیر کنه و پاره بشه. منم همونجوری پاره شدم. ولی باید میرفتم. چون این قانون لعنتیه. چون کسی نمیپرسه آماده‌ای یا نه. و من رفتم. تو خیابونای یه شهری که برام مثل یه غول بیرحم بود. بدون مقصد. بدون پول درست و حسابی. بدون یه نفر که بگه کجا میری. وقتی زدم بیرون واقعا نمیدونستم کجا باید برم. نه کسی رو داشتم، نه حتی یه آدرس امن. فقط یه شماره تو جیبم بود. شماره یه پانسیون دخترونه که یکی از بچه‌های بهزیستی چند ماه قبل رفته بود اونجا و میگفت حداقل میشه چند وقتی رو سر کرد. رفتم همونجا. یه ساختمون قدیمی با دیوارای رنگ رو رفته بود. با تختای فلزی و ملافه هایی که بوی نم میداد. با یه عالمه دختر که هر کدوم یه قصه داشتن. یکی فراری بود، یکی بچه طلاق، یکی قهر کرده بود با خانواده‌اش، یکی مثل من چون بزرگ شده بود از بهزیستی پرتش کرده بودن بیرون. پولم زیاد نبود. هرچی پس انداز داشتم همون ته خرجام بود. کرایه پانسیون ارزون بود ولی تهش بازم پول میخواست. یه مدت با نون خشک و پنیر و چایی گذروندم. شبام اکثراً با زل زدن به سقف میگذشت. با فکر کردن به آینده‌ای که نمیدونستم دقیقاً چه شکلیه. یه روز که داشتم تو کامپیوتر اونجا تو سایتای کاریابی چرخ میزدم، چشم خورد به یه آگهی. نیازمند پرستار برای مراقبت از خانم سالمند.
بدون نیاز به سابقه کار، همراه با جای خواب و غذا. یه لحظه حس کردم خدا یه چشمک بهم زده. دقیقاً همون چیزی بود که میخواستم. یه جا واسه موندن، یه لقمه نون و شاید یه ذره آرامش. رفتم اتاق مدیریت و شماره رو گرفتم. صدام از استرس میلرزید. قرار گذاشتن که برم ببینمشون. خلاصه چند ساعت بعد یه خونه قدیمی توی یه محله آروم و در زدم و یه پیرزن با موهای سفید و صورت مهربون در رو باز کرد. اسمش مامان جون بود. البته خودش اینجوری صدا میزد خودشو. از همون لحظه اول با هم گرم گرفت. یه جوری که حس غریبگی نکردم. گفت تنهاست. بچه‌هاش خارجن. شوهرش هم چند سال پیش فوت کرده. خودش یه مدت افسرده بوده ولی الان بهتره. یه هفته اول کارم فقط همین بود که براش خرید برم. قرصاشو به موقع بدم. یکم باهاش حرف بزنم و کمکش کنم توی کارای خونه. تا اینکه کم کم اونم به من عادت کرد و منم به اون. یه جورایی شد برام مثل همون مادری که هیچ وقت نداشتم. صداش، دستاش، حتی قرقرای کوچیکش یه حس امنیت بهم میداد. بعد 1-2 ماه خودش گفت هلیا بمون، همینجا بمون تو رو خدا. خونه خودته، من دلم به بودنت خوشه. جونم براتون بگه که منم از خدا خواسته موندم. توی یه خونه که دیگه شباش سرد نبود. یه گوشه کوچیک از دنیا که حداقل یه نفر بود که وقتی برمیگردم خونه صدام کنه. بعد از اینکه یکم اوضاع روحیم آرومتر شد و دیگه دغدغه سقف بالای سر و یه لقمه غذا نداشتم، یه چیزی تو دلم قلقلک افتاد. یه حس قدیمی، همون حسی که از بچگی ته دلم قایم کرده بودم. من همیشه عاشق درس خوندن بودم. توی بهزیستی با اون شرایط مسخرمون، با همون کتابای پاره و دست دوم، با همون معلمایی که بعضیاشون زورکی می اومدن کلاس، من بازم می نشستم گوشه دیوار و یه عالمه رویا می بافتم. دلم می خواست یه روزی یه جوری درس بخونم که خودم به خودم افتخار کنم. ولی خب شرایط اونجوری نبود که بخوام الکی امیدوار باشم. ولی دیگه اونجا با مامان جون، با یه اتاق کوچیک و یه میز قدیمی و یه عالمه زمانه‌ای که میتونستن برای خودم باشن، گفتم وقتشه. یه روز بعد نهار همونجور که داشتم ظرفا رو میشستم، یه نفس عمیق کشیدم و بهش گفتم مامان جون، من میخوام کنکور بدم. عاشق پرستاریم. خندید و با همون صورت مهربون و چروکش گفت آفرین دخترم، تو میتونی، منم پشتتم. و واقعا هم پشت من بود. خلاصه از همون فردا شروع شد. صبح زودتر بیدار می شدم. قبل از اینکه مامان جون صدام کنه کتاب تست دستم بود. شبم تو کله سحر با چشای قرمز، با صدای خفه شده تو گلو که از خستگی نمیتونستم حتی یه خط بخونم، ولی باز میخوندم. پول کتاب و جزوه و حتی کلاس آنلاین و همشو مادر جون کمکم میکرد. یه بار گفت تو مثل بچه منی، من باید هواتو داشته باشم. و من همون لحظه بغضم گرفت. ولی نذاشتم اشکامو ببینه، چون نمیخواستم فکر کنه که ضعیفم. روزایی بود که واقعا حس میکردم دیگه مغزم نمیکشه. شبایی بود که وسط تست زدن خوابم میبرد رو کتابا. بارها و بارها خودمو لعنت کردم که چرا اینقدر دیر شروع کردم. چرا زودتر به فکر نیفتادم. ولی خب ته تهش میدونستم که یه روز جوابشو میگیرم. روز کنکور با استرس و دلدرد و یه عالمه فکر مزخرف رفتم سر جلسه. حتی وقتی برگر رو دادن دستام میلرزید. ولی یاد تمام اون شبای بیخوابی افتادم. همون لحظه گفتم هلیا، یا الان یا هیچ وقت دیگه. چند ماه بعد جوابا اومد. من با چشام دیدم که اسمم تو لیست قبولیاست. پرستاری، همون دانشگاه، تو شهر خودمون. دقیقاً همونی که دلم میخواست. قسم میخورم اولین کاری که کردم زدم زیر گریه و بعدشم خندیدم. بعدشم جیغ زدم. دویدم سمت مامان جون. بغلش کردم.
اونم با همون دستایی لرزونش محکم بغلم کرد و فقط گفت میدونستم دخترم. میدونستم. واقعا یه لحظه حس کردم موهای تنم سیخ شده. نه از شوخی، نه از خنده، از ذوق، از ناباوری، از خوشحالی خاص. اون روز فهمیدم هیچ چیز تو این دنیا غیر ممکن نیست اگه یه ذره به خودت ایمان داشته باشی. از وقتی رفتم دانشگاه یه حس قشنگی اومد سراغم. یه چیزی مثل نفس تازه بعد از دویدن. انگار زندگی یکم رو به راه شده بود. صبح زود بیدار می شدم. با ذوق لباسمو می پوشیدم و می رفتم کلاس. بعدشم سری خودمو می رسوندم خونه. مامان جون منتظرم بود. با اون چایی دم کشیدش. با اون صدایی که از توی آشپزخونه داد می زد هلیا نهاری که صبح بار گذاشتی حاضر دخترم. بیشتر وقتا عصرا کنارش بودم. باهاش سریال می دیدم. حرف می زدم. کمکش می کردم قرصاشو بخوره. خلاصه زندگیم یه روال خوب گرفته بود. حس می کردم دیگه آروم آروم دارم خودمو پیدا می کنم. ولی خب دانشگاه با همه قشنگیاش یه روی دیگه هم داشت. یه روز لعنتی که هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. همون روزی که فهمیدم هنوزم آدمای زیادی هستن که فقط بلدن قضاوت کنن بدون اینکه بدونن یه نفر چه راهی اومده، چیا کشیده و چه زخمایی خورده. اون روز یه استاد اومد و تمرین گروهی داد. همه دور هم جمع شده بودن. منم یه گوشه نشسته بودم. مثل همیشه ساکت و سرمم پایین بود و فقط گوش میدادم. وسط کار یکی از دخترها، همون مدل بچه مایه دارای همیشه فشن و همیشه با آیفون آخرین مدل، یهویی رو به من گفت راستی هلیا تو چرا همیشه گوشی تو قایم میکنی؟ نکنه اصلا گوشی نداری؟ همه زدن زیر خنده. یکی دیگه گفت وای راست میگه ها، من تا حالا یه بارم ندیدم هلیا گوشی دستش بگیره. اون لحظه حس کردم زیر پام خالی شد. انگار یه سطل آب یخ ریختن روم. دلم لرزید. قلبم یه لحظه وایساد. چشام پر از اشک شد اما زل زدم به دفترم. خودمو زدم به نفهمیدن، به نشنیدن. فقط هی با خودم گفتم هلیا محکم باش، به کسی ربطی نداره. ولی راستشو بخوای ته دلم شکست. خیلی هم بد شکست. یه جورایی که انگار همه اون شبای بیخوابی، همه اون روزای بیپولی، همه سالایی که یه گوشه ساده هم نداشتم یهو اومدن جلوی چشم. بعد کلاس حتی صبر نکردم که بچه‌ها برن. زود زدم بیرون. اومدم خونه و درو بستم و رفتم تو اتاقم. بالشو محکم گرفتم و زدم زیر گریه. طوری که حتی مامان جونم نفهمید که چرا گریه میکنم. اون شب شاید یکی از تلخ‌ترین شبای زندگیم بود. نه به خاطر نداشتن گوشی، به خاطر حس هیچی نبودن، به خاطر حس آدم حساب نشدن. ولی خب اینم گذشت. مثل بقیه دردایی که همیشه با خودم به دوش میکشیدم. از اون روز به بعد یه چیزی توی دلم گیر کرده بود. یه حس خفگی، یه بغض لعنتی که نمیتونستم قورتش بدم. هر روز صبح که میرفتم دانشگاه میدیدم بچه‌ها با چه ذوقی با گوشیاشون ور میرن. یه روز یکی میگفت آیفون جدید گرفتم. یکی دیگه میگفت وای حافظش پر شده، باید یه جدیدترشو بخرم. یکی هم تا سر کلاس میومد سلفی میگرفت و استوری میذاشت. من فقط نگاه میکردم. ساکت. همون جوری که کل زندگیم فقط بلد بودم نگاه کنم و حسرت بخورم. عادت کرده بودم مسیر دانشگاه تا خونم و یه جوری بکشونم که از جلوی پاساژ موبایل فروشی رد بشم. یه پاساژ قدیمی پر از ویترینایی که پر بود از گوشیای رنگارنگ. منم وای میزدم پشت شیشه ها و دستام تو جیبم و زل میزدم به گوشیای مدل بالا. به اون قیمتایی که حتی جرئت نمیکردم صداشون کنم تو ذهنم. یه روز حتی رفتم داخل. الکی فقط یه دور زدم. یه گوشی ارزون قیمت قدیمی چشمو گرفت. یه مدل ساده. فقط یه گوشی. نه هوشمند و عجیب و غریب. نه با کلی آپشن. فقط یه چیزی که بتونم باهاش پیام بدم، عکس بگیرم. یه ذره مثل بقیه باشم. ولی خب با همون یه نگاه فهمیدم حتی اونم نمیتونم بخرم.
برگشتم خونه. مامان جون داشت سوپ درست میکرد. یه لحظه وسوسه شدم بگم. دلم میخواست برم بغلش کنم و بگم مامان جون یه گوشی میخوام. نه واسه پوز، نه واسه کلاس گذاشتن. فقط واسه این که دیگه مسخرم نکنن. فقط واسه این که وقتی استاد تمرین میفرسته تو واتساپ منم بتونم ببینم. ولی نگفتم. قورت دادم. مثل همه چیزایی که همیشه قورت داده بودم. آخه میدونستم خودش چقدر با همون حقوق بازنشستگی و یا عالم خرج دوا و دکتر و قبض و اینا داره جون میکنه. یه شب وقتی توی اتاقم نشسته بودم با یه ورق کاغذ شروع کردم به نوشتن یه لیست از آرزوهام و شماره یکش با خط بزرگ نوشتم یه گوشی ساده. فقط یه گوشی. فردای اون شب مثل همیشه همون مسیر لعنتی، همون پاساژ و همون مغازه بازم وایسادم پشت شیشه. یه جورایی شده بود عادت هر روزم. زل زدم به گوشیای پشت ویترین. مثل بچه‌هایی که دم قنادی میستن و فقط نگاه میکنن. داشتم همینجوری نگاه میکردم که یه صدای مردونه و آروم از پشت سرم اومد. خانم ببخشید یه لحظه لطفاً. جا خوردم. برگشتم. دیدم فروشنده مغازه است. یه پسر جوان. سبیلاش مرتب و موهاش تمیز. لباس ساده و آراسته و یه تیپ موجه و آدم حسابی. نه از اون لاتای دم پاساژ. نه از اون مدلی که بخوام بترسم. یه لبخند کوچولو زد و گفت چند روزه میبینمت. هر روز میای یه رب میستی و گوشی ها رو نگاه میکنی و میری. میدونم شاید به من ربطی نداره ولی حس کردم شاید واقعا لازم داری. اگه بخوای من یه گوشی دارم. دست نخورده است. ساده است ولی تمیز و آبرومنده. اگه خواستی ببرش. هر وقت اوضاع اوکی شد پولشو بیار بده. نه عجله‌ای دارم نه توقعی. یه لحظه ماتم برد. یعنی چی؟ مگه میشه؟ یعنی همینجوری؟ لبم لرزید. بغضم اومد بالا ولی مثل همیشه زدم تو سر خودم که نذار اشکات بریزه. یه لبخند زورکی زدم و فقط گفتم جدی میگی؟ اونم یه سری تکون داد و گفت آره دختر خوب جدی. برو یه سیم کارت بخر بیار برات که رجیسترش کنم. خیالت راحت باشه. بعدم ببرش با خودت. فقط قول بده که مواظبش باشی و یه روز هر وقت که تونستی پولشو بیای بدی. همین. انگار دنیا روشن شد برام. یه حس عجیب، یه چیزی مثل ذوق و شرم و شوق با هم قاطی شده بود. یه لحظه فقط سرمو پایین انداختم و با یه نفس لرزون گفتم ممنون، خیلی ممنونم. از مغازه زدم بیرون. دویدم سمت یه دکه. یه سیم کارت ارزون خریدم. با دستای لرزون برش داشتم و برگشتم. اونم گوشیو برام روشن کرد و رجیسترش کرد. یه نگاه پرمهر بهم انداخت و گفت حالا دیگه گوشیدار شدی خانم دانشجو. اون لحظه باورم نمیشد که گوشی تو دستمه. واقعی بود. با یه لبخند تا خونه رفتم. دلم مثل جوجه‌ای بود که تازه از تخم در اومده. هم ترسیده بودم و هم ذوق زده. اون شب وقتی مامان جون خوابید من گوشیمو گذاشتم جلوی خودم. چند باری روشن خاموشش کردم و جیگرم حال اومد. راستش اولش اصلاً فکر نمی کردم یه همچین آدمایی هم هنوز توی این دنیا باشن که بدون هیچ توقعی و از ته دل کمکت کنن. روزایی که حقوقمو جمع می کردم هر بار می رفتم دم مغازه اونو دلشوره داشتم که نکنه ازم پول نخوان یا بهم بد نگاه کنن. ولی نه، داداش پسر اونجا بود و با همون لبخند سادش گفت مهمون داداش منی شما، پول نمیخواد. هر وقت کار داشتی فقط بگو. یه شماره بهم داد و گفت که واسه داداششه. اگه هر وقت کاری داشتم راحت میتونم زنگش بزنم. باور کنید اون لحظه قلبم یه جوری میزد که انگار کسی دوباره بهش زندگی داده. بعد از چند روز نمیدونم چرا دلم کشیده بود به سمت همون پسر فروشنده‌ای که گوشی بهم داده بود. یه حسی تو دلم بود که نمیتونستم نادیدش بگیرم. یه حس عجیب و تازه که انگار داشت یواش یواش رشد میکرد. یه شب بهش پیام دادم. فقط خواستم از ته دل ازش تشکر کنم.
نمیدونید که چقدر راحت شدم. چقدر دلم آروم گرفت. انگار یه نفر بهم فهمونده بود که هنوز مهربونی و خوبی تو دنیا وجود داره. واقعا ازش ممنون بودم. نه به خاطر گوشی که بهم داده بود، بلکه به خاطر اون حس امنیت و آرامشی که بهم داد. از همون شبی که براش پیام دادم، یه جوری همه چی تغییر کرد. اولش یه تشکر ساده بود. بعد شد یه سوال و بعد شد یه شوخی. بعدش هم کم کم شد درد دل. انگار هر بار که گوشیم ویبره میرفت، یه چیزی تو دلم هوری میریخت پایین. اسمش امیر بود. وقتی برام نوشت، راستی نگفتم من امیرم. یه حس عجیبی اومد سراغم. هی اسمشو با خودم تکرار میکردم. امیر، امیر. انگار 1000 بار شنیده بودم، ولی حالا یه جور دیگه بود. هر شب دمدمای خواب 2-3 تا پیام ازش داشتم که امروز چطور بود؟ دانشگاه چه کار کردی؟ مامان جون خوبه؟ منم با ذوق جواب میدادم. یه وقتایی هم وسط حرفاش یه دونه شکلک قلب میفرستاد. منم تا نیم ساعت بعدش خیره به صفحه گوشی میموندم و لبخند میزدم مثل خلوچلا. چند ماهی همینجوری گذشت. هر روز بیشتر، هر شب صمیمیتر. یه جورایی حس میکردم دارم عاشق میشم. از همون عشقای آروم و بی صدا که توی دل آدم قد میکشه و یهو میبینی ریشه زده. یه روز وسط یه چت معمولی امیر برام نوشت، راستی هیلیا وقتشه. میخوام با خانواده‌ام آشنات کنم. میخوان بیان ببیننت. بیا یه روز ویلامون. آدرس بهت میدم. مامان و بابام اونجا. میخوان بدونن تو کی هستی. همون لحظه قلبم جوری زد که انگار یکی با مشت کوبیده روش. هی چند بار خوندم پیامشو. دستام میلرزید. لبم خندون بودا ولی دلم آشوب. با خودم گفتم هلیا خودتی؟ واقعا داری میری خانواده امیر رو ببینی؟ وقتی آدرس ویلا رو گرفتم نمیدونید چقدر ذوق داشتم. انگار داشتم میرفتم به یه رویای قشنگ. همش جلوی آینه وای میسادم و لباسم رو عوض میکردم. دوباره موهامو شونه میزدم. 1000 بار عطرمو زدم. هی با خودم میگفتم هلیا بالاخره قرار مامان و باباشو ببینی. یعنی جدیه؟ یعنی واقعا دوستت داره؟ تموم راه تا ویلا دلم هوری پایین میریخت. استرس داشتم، ولی بیشتر از استرس یه شوق قشنگ ته دلم بود. رسیدم دم ویلا، یه ساختمون بزرگ و شیک با اون درای فلزی و حیاط پر از درخت. با کلی ذوق زنگو زدم. در باز شد و وارد شدم. چند دقیقه اول صدا نیومد. بعد یهو داداش، همون که اول پولمو نگرفت و بهم شماره داده بود، با چند تا پسر دیگه که نمیدونم دوستاش بودن یا چی، ریختن سرم. اول فکر کردم شوخیه. بعدش دیدم نه، شوخی نبود. یه چیزی تو نگاهشون بود. یه لبخند مسخره، یه نگاه کثیف، یه حس مزخرف، یه حس ترسناک که با هر ثانیه بیشتر میشد. هرچی گفتم چی کار دارین میکنین؟ بذارین برم، ولم کنین. فایده نداشت. اون لحظه جیگرم پاره شد. اشکام خودشون سرازیر شدن. بدنم میلرزید و قلبم داشت از ترس منفجر میشد. ولی تموم شد. وقتی ولم کردن مثل یه تیکه آشغال انداختنم گوشه ی حیاط. با تموم جونم دویدم بیرون. تا نفس داشتم میدویدم. تو راه برگشت همونجا روی همون پیاده رو گوشیمو باز کردم و رفتم تو چتا. 1 بار، 2 بار، 10 بار، 100 بار خوندم. اسم ذخیره شدهش امیر بود، ولی ته دلم یه چیزی داد میزد که نه، این امیر نبوده. رفتم پروفایلش. عکس نداشت. یه حس مسخره بهم گفت که برم پیامای قدیمی رو دوباره بخونم. اونجا بود که فهمیدم لحنش، حرفاش، همش همون داداشه بود. همون که وانمود کرده بود امیره. یعنی تمام اون مدت، تمام اون حرفا، اون مهربونی ها همش دروغ بود. همش فیلم بود و من یه بازیچه بودم. یه دختر ساده خوشباور. اون خودشو جای امیر به من غالب کرده بود و اینجوری احمق بودنم بهش ثابت شد.
اون شب روی تختم نشستم و گوشی رو خاموش کردم. گذاشتم ته کشوی میزم و تا خود صبح فقط گریه کردم. بی صدا، بی نفس، بی جون مونده بودم. از اون شب لعنتی به بعد انگار دیگه هلیا تموم شده بود. همون هلیای پرذوق، همون دختری که با یه SMS دلش قنج میرفت، همون که واسه دیدن یه لبخند یه نفر کلی ذوق میکرد. ولی اون دیگه نبود. یه هفته اول نمیخوردم نمیخوابیدم. فقط زل میزدم به یه نقطه. اونم خیره و بی حرکت. مامان جون هی میومد دم اتاق و صدا میزد. هلیا جان، ناهار بخور. یه چیزی بخور دختر. ولی من صدام در نمیومد. فقط یه بالش بغل میکردم و زار میزدم. دیگه توی اون وضع و حال کی حال دانشگاه رفتن داشت؟ یه روز صبح با همون حال خراب رفتم آموزش. فرم مرخصی گرفتم و پرش کردم. نوشتم مشکل شخصی و تحویلش دادم و برگشتم خونه. دیگه کل روزام شده بود نشستن یه گوشه از خونه. یه وقتایی نصف شب بیدار می شدم. گوشیمو روشن می کردم و می رفتم تو لیست تماس. می دونستم نباید، ولی باز اسم اون لامصبو نگاه می کردم. دلم می خواست یه فوش رکیک بهش بدم، ولی بازم اشکام در می اومد و صدام در نمی اومد. احساس می کردم خفم. یه چیز سنگین نشسته بود روی سینم. یه بغضی که انگار اصلاً قصد ترکیدن نداشت. همش با خودم میگفتم هلیا، خاک بر سرت. چطور اونقدر خر شدی؟ چطور اونقدر ساده بودی؟ تا اینکه یه روز، یه صبح خاکستری، با همون پیژامه گشاد و موهای ژولیده نشستم کف اتاق و زل زدم به خودم تو آینه. یه هلیا رو دیدم که اصلاً نمیشناختمش. همون صبح لعنتی بعد از کلی کلنجار با خودم یه نفس عمیق کشیدم و پا شدم. لباسامو پوشیدم و یه شال انداختم سرم. چشام ورم کرده بود. صدام گرفته بود، ولی دیگه برام مهم نبود. راه افتادم سمت مغازه‌شون. همون مغازه‌ای که 1000 بار از جلوی ویترینش رد شده بودم و تو دلم 1000 تا آرزو کرده بودم. رسیدم دم در. قلبم داشت از حلقم میزد بیرون. دستام میلرزید. گلوم خوش بود، ولی رفتم تو. امیر پشت میز نشسته بود. تا منو دید اولش یه لبخند نصفه زد، ولی وقتی حالمو دید رنگش پرید. بدون هیچ مقدمه‌ای اشکام شروع کردن بریختن. صدام لرزون بود، ولی گفتم همه چیو. از اول تا آخر. از اون روز ویلا، از کارای داداشش، از پیامای دروغش و از اون بازی کثیفش. وقتی داشتم تعریف میکردم امیر فقط زل زده بود بهم. اولش باورش نمیشد. بعد یهو چشاش پر شد. لباش لرزید. دستاشو کوبید روی میز و بلند شد. یه قدم رفت عقب و بعد دستشو گذاشت روی سرش. مثل آدمایی که اصلا نمیدونن باید چی کار کنن. فقط یه جمله گفت. با یه صدای گرفته که انگار کل دنیا رو روی سرش خراب شده باشه. گفت من نمیدونستم. به خدا قسم نمیدونستم. اون لحظه برای اولین بار حس کردم یه نفر واقعی حالش از کارایی یکی دیگه از ته دل خرابه. امیر اون روز جوری رنگش پرید که حس کردم اگه یه ذره دیگه نگاش کنم جلوی چشام قش میکنه. امیر همون لحظه گوشیشو برداشت. با صدایی که از شدت عصبانیت و بغض میلرزید زنگ زد به مامان و باباش. فقط شنیدم که گفت که بیاین مغازه الان. همین الان لطفاً. موضوع خیلی جدیه. نمیتونم توضیح بدم. فقط بیاین. من نشسته بودم یه گوشه مغازه. اشکام بند نمی اومد. دستام میلرزید و بدنم هنوز داغ بود از خشم و بغض و ترس. انگار همه چی قاطی پاتی بود. یه نیم ساعتی نگذشته بود که در مغازه باز شد و مامانش و باباش اومدن. مامانش یه خانم شیک پوش بود با یه روسری مرتب. باباشم یه مرد آروم و موجه. تا منو دیدن اولش یه لحظه مکث کردن. بعدش امیر شروع کرد با صدایی پر از بغض و عصبانیت کل ماجرا رو براشون تعریف کرد.
با جزئیات و بدون کم و زیاد. من همون گوشه نشسته بودم. سرم پایین بود و اشکام بیوقفه میریختن. یه لحظه که نگام به مامانش افتاد دیدم اونم اشکش جاری شده. باباشم رنگش پریده بود. دستاش میلرزید. یه حسی تو فضا پیچیده بود. یه جور خفگی، یه جور سکوت سنگین. دیگه نفسم بالا نمی اومد. همه چی دور سرم میچرخید و صدای همه محو شده بود. یه لحظه دیدم چشام سیاهی رفت و بعدم دیگه هیچی. چیزی که بعدش یادمه این بود که توی بیمارستان بودم. سرم دستم بود. امینم یه گوشه نشسته بود و سرشو بین دستاش گرفته بود. یه پرستار اومد تو و لبخند نصفه‌ای زد و گفت خانم میدونستین باردارین؟ همسرتون کجاست عزیز دلم؟ یخ زدم. یه لحظه حس کردم قلبم وایساد. نگام رفت سمت امیر. اونم زل زده بود بهم. مثل مجسمه مات و شوک زده داشت نگاه میکرد. یه لحظه تو دلم گفتم هلیا تمومه. دیگه ته تهشه. اون روزا حالم معلوم نبود. نه زنده بودم نه مرده. فقط بودم. تو یه حال لعنتی گیر کرده بودم که حتی خودمم نمیفهمیدم کیم. چیم؟ واسه چی نفس میکشم؟ خانواده امیر گفتن بچه تو شکمته. آبرو مهمه. باید عقد کنی. فقط اصلان میتونه جبران کنه. هیچکس نفهمی که این بچه چطوری اومده. من چی باید میگفتم؟ امیر فقط یه بار نگام کرد. همون یه نگاه کافی بود بفهمم که ته خطم و دیگه پشتم خالیه. من هنوز دلم پیش امیر بود. هنوز یه گوشه دلم یه التماس بی صدا داشت که بیاد بگه نمیذارم ببرینش. ولی امیر هیچی نگفت. هیچی. بالاخره با 1000 زور و تهدید و قسم و گریه قبول کردم برم خرید برای عقد. دلم نمیخواست. با کل وجودم بیزار بودم ازش. ولی میرفتم. چون دیگه راهی نداشتم. اصلان با ماشینش اومد دنبالم. گفت بریم اول یه دوری بزنیم و حرفی بزنیم و بعدش خرید کنیم. گفتم باشه. چشامو بستم و توی مسیر ساکت موندم. دل میزدم. تا یهو دیدم پیچید توی جاده باغا. گفتم کجا میریم؟ گفت میریم یه جای خلوت. یه بار واسه همیشه تکلیفو روشن کنیم. در ماشینو که بست قفلش کرد. اون نگاهی که بهم کرد ازش ترسیدم. داد زد و گفت خر خودتی. فکر کردی این بچه میتونه منو مجبور کنه؟ کی گفته من میخوام این ننگو قبول کنم؟ یادت رفته که چند نفری ریختیم سرت؟ از کجا معلوم مال منه؟ و بعد زد. یه مشت. 2 تا. بعدم لگد. روی زمین افتاده بودم. شکمم تیر میکشید. اشکم بند نمی اومد. صدام خفه شده بود. فقط ناله میکردم. بچه‌مو نزن. خواهش میکنم نزن. ولی اون زده بود. جیگرمو خون کرد. تا وقتی که حس کردم چیز گرمی از پام را افتاد. دستم رفت سمت شکمم. نفهمیدم چجوری رسوندنم بیمارستان. فقط صدای دکتر توی گوشم پیچید که گفت متاسفانه جنین از دست رفته. و من همون لحظه مردم. یعنی چیزی از هلیایی که بود دیگه نموند. بعد اون شب لعنتی، بعد اون تخت سرد، بعد اون خبری که دکتر داد و گفت بچت دیگه نیست، دیگه چیزی ازم نمونده بود. نه اشک، نه نفس، نه امید. چند روزی فقط خیره مونده بودم به سقف. نه حرف می زدم، نه غذا می خوردم. مامان جون التماسم می کرد و می گفت بگو ببینم چی شده. ولی مگه می تونستم؟ اصلا صدام در نمی اومد. تا اینکه یه روز بلند شدم. یهویی و بی هوا. رفتم سراغ مغازه امیر. خودشم اونجا بود. تا چشش بهم افتاد دوید سمتم. گفت چی شده هلیا؟ چرا رفتی؟ چرا اون شب بی خبر غیب شدی؟ اونجا بود که لبام لرزید. صدای خودم رو نمیشناختم. گفتم داداشت اون شب منو برد باغ و منو خیلی زد. اونقدر زد که بچم مرد. امیر اول ماتش برد. یه لحظه فقط نگام کرد. بعد یهو دیوونه شد. همونجوری بی هیچ حرفی گوشیشو پرت کرد روی زمین و از مغازه دوید بیرون. منم دنبالش رفتم.
التماسش میکردم که آروم باشه ولی انگار نمیشنید. رفت سراغ اصلان تا رسید یقشو گرفت. یه سیلی کوبی توی صورتشو، بعدم زدش به دیوار. داد میزد نامرد، مردی که یه کثافت، با هر کسی این کارو میکردی میکشتمت، چه برسه به دختری که تو فهمیدی ازش خوشم اومده رحم کردی. اصلان هیچی نمیگفت، فقط سعی میکرد فرار کنه ولی امیر ولکن نبود. با مشت کوبی تو صورتش، با زانو زد به شکمش، با همه خشمش، همه دردش اونو زد تا بالاخره یه ضربه زد که سر اصلان خورد به جدول کنار کوچه. یهویی رفت پایین و افتاد رو زمین. سرش شکسته بود و سرخی را افتاده بود. همه جمع شدن. صدای جیغ زنای همسایه، صدای آژیر ماشین، صدای داد مامانش که رسید. من فقط گوشه دیوار نشسته بودم و سرمو گرفته بودم تو دستامو و تنها چیزی که از ته وجودم میخواستم یه جمله بود: کاش اصلا عاشق نمی شدم. یا حداقل خیر سرم اگه عاشق می شدم لااقل از داداش طرف حامله نمی شدم. 2 روز بعد اون شلوغی، بعد اون درگیری، بعد بیمارستان و خون و جیغ و جنون، امیر اومد. در رو که باز کردم وایساده بود پشت در با همون قد بلند و چشایی که دیگه اون برق سابقه نداشت. ماتم زده شده بود. انگار چند سال پیر شده بود توی همین چند روز. آروم گفت میشه یه دقیقه با هم حرف بزنیم؟ سرمو تکون دادم و اومد تو. نشست روی لبه مبل، ولی نه مثل بقیه، نه راحت، نه خودمونی، مثل آدمی که داره با جنازه خودش حرف میزنه. گفت هلیا، از همون روز اولی که دیدمت، با اون لباسای جمع و جوت و با اون نگاه معصومت، با اون بغضی که سعی میکردی قورتش بدی، یه چیزی تو دلم تکون خورد. نمیدونم چی بود ولی بدون که از همون لحظه دلم رفت برات. نفس کشید و نگام نکرد. فقط گفت من فقط نمیدونستم که چجوری نزدیکت بشم. خجالت میکشیدم. ترس داشتم. همین شد که بی فکر شمارمو دادم به اصلان. گفتم اگه تونست شمارمو بده بهت تا باهات آشنا بشم. اما اون پس فطرت از سادگی تو سوء استفاده کرد. اسم منو گذاشت رو خودش. وادمود کرد که منه و من نمیدونم چی بگم. شرمندم هلیا. شرمندم واسه اینکه مراقب نبودم. شرمندم واسه اینکه دیر فهمیدم. واسه همه لحظه هایی که تنها موندی و ترسیدی و گریه کردی. چشاش پر از اشک بود ولی زور میزد که نریزن. دستاشو فشار میداد به هم و صداش میلرزید. من فقط میخوام یه چیز بهت بگم. من واقعا نمیدونم که چجوری باید جبران کنم. ولی اگه فقط یه ذره هنوز ته دلت چیزی از من مونده، فقط بذار بمونم کنارت. نه واسه اینکه دلم بسوزه، نه واسه ترحم، واسه اینکه هنوزم عاشقتم. بیشتر از قبل، حتی بیشتر از قبل اون همه درد. اون لحظه نگاش کردم. هیچی نگفتم. نه آره، نه. فقط نگاش کردم و اشکام سرازیر شد. نه چون باورش کردم، نه چون همه چی حل شد. فقط چون دلم خیلی وقت بود که یکیو لازم داشت که بیاد بگه من باهاتم. حتی با همه زخمایی که داری. اون روز بعد اینکه امیر رفت، من یه گوشه نشستم و زانوهامو بغل گرفتم و خیره شدم به دیوار. دلم یه آرامش کوچولو گرفته بود از اون حرفاش. نه اینکه همه چی درست شده باشه، نه، ولی اینکه یکی پیدا شده بود که بگه با تو هم برام زیادی بود. شاید زیادی خوب، شاید زیادی دیر. فرداش مامان جون، اون فرشته زندگیم، اومد نشست پیشم. دستمو گرفت تو دستاش. همونطوری که همیشه وقتی میخواستم دلمو خالی کنم میگرفت. گفت هلیا جون، ببین دخترم، تو دیگه یه دختر معمولی نیستی. نه به خاطر گذشتت، نه به خاطر زخمای دلت. به خاطر اینکه زندگی یه بلای بزرگ سر راهت گذاشته و حالا باید با یه تصمیم درست نذاری بدتر بشه. امیر دوستت داره. تو هم دوستش داری. حالا که اون اومده جلو، حالا که پشیمونه،
بذار این رابطه به یه سرانجام درست برسه. بذار همه چی ختم به خیر بشه. تو دلم گفتم مامان جون، تو که نمیدونی چقدر دلم میخواد که این حرفا واقعی شه. همون روز امیر اومد با خانواده‌اش. اونا تو حال نشسته بودن و من و مامان جون تو اتاق بودیم. صدای حرفاشون آروم نمیموند. صداشون هی بالا و پایین میشد، ولی یه جملهشون طوری تو گوشم موند که انگار چاقو کشیدن رو قلبم. ما اجازه نمیدیم یه دختر دست خورده بیاد توی خونمون. زن پسرمون باید سالم باشه. ما میگفتیم همون زن اسلام بشه که این غلطو کرده. امیر تو که عمرن. وای خدای من، نمیدونید که اون لحظه چی شد تو دلم. انگار یه چیزی توی وجودم شکست. یه چیزی که قبلش هم ترک خورده بود ولی با این جمله نابود شد. من دست خورده نبودم. من زخمی بودم. من بازی خورده بودم. قربانی بودم. نه یه دختر هرزه، نه یه آدم بی ارزش. ولی برای اونا من فقط یه لکه بودم روی دامنی که نمیخواستن پسرشون خرابش کنه. امیر صداش لرزید و گفت اگه شما کنارم نیستین مهم نیست. من پشتشم. ولی اونا وایساده بودن. دست من نبود، ولی ته دلم میدونستم که اینا اون خانواده‌ای نبودن که بشه توی زندگی کرد. اگه الانش اینه، وای به حال فردایی که دعوا بشه، که بچه بیاد، که درد پیش بیاد. و من اون شب یه بار دیگه نشستم و با خودم فکر کردم. گفتم هلیا، تو کی قراره به خاطر اشتباه بقیه تو تاوان پس بدی؟ یه هفته بعد اون دعوای لعنتی امیر برگشت. نه با کت و شلوار اتو کشیده، نه با لبخند و گل، با چشای پف کرده، با تحریش، با یه کوله روی دوشش و یه لبخند خسته. اومد نشست روبروی مامان جون. من یه گوشه ایستاده بودم. دلم هزار تا چیز میخواست بگه، ولی فقط نگاش میکردم. آروم گفت من همه چی رو فروختم. مغازم و خونم و، چون فهمیدم که هیچ کدومشون وقتی تو رو ندارم هیچ ارزشی ندارن. مامان جون، هلیا، من انتخابمو کردم. من دیگه نه پسری برای اونا هستم، نه تکیه‌گاهی براشون. ولی اگه اجازه بدین، میخوام باشم تکیه‌گاه تو هلیا. مامان جون یه نگاه به من انداخت. هیچی نگفت. فقط چشاش برق افتاده بود. هم از بغض، هم از امید. اما من یه قدم رفتم جلو و بدون حرف و بدون گریه فقط رفتم بغلش کردم. اونم دستاشو دورم حلقه کرد. همون جوری که انگار بعد 1000 سال یکی بالاخره پیدا شده بود که بگه ازت نمیترسم، نمیرم و میمونم. 2 روز بعد رفتیم محضر. نه آرایش خاصی داشتم، نه لباس سفید و نه فامیلای شاد. ولی امیر بود و مامان جون و من. با یه دل زخم خورده و چشایی که واسه اولین بار بعد مدت‌ها خندیدن بلد شده بودن. دفتردار ازمون پرسید با رضایت کامل. من فقط نگاش کردم. نگاه امیرم قفل شد تو چشام. با لبخند گفتم آره، با تمام زخما و با تمام قلبم. و امضا زدم. اون لحظه حس کردم شاید، فقط شاید، از دل اون همه سیاهی بالاخره یه نقطه سفید کوچولو شروع شده. بعد عقد زندگیمون خیلی ساده شروع شد. یه خونه کوچیک، یه دلای بزرگ و یه مامان جون که هنوزم فرشته زندگیم بود. امیر با اینکه میتونست بره یه جای دیگه، گفت تا وقتی که این خونه بوی نفس مادر خوندتو داره، هیچ جای دنیا برام خونه نیست. باورم نمیشد که یه نفر پیدا شده که از ته دل با همه سختی‌ها مونده باشه کنارم. امیر یه کار جزئی پیدا کرده بود و صبح میرفت سر کار. من هم دوباره برگشتم دانشگاه. شب و دوره هم 3 نفری غذا میخوردیم و میگفتیم و میخندیدیم. یه زندگی کوچیک ولی با یه دل گنده. اما زندگی همیشه همینقدر مهربون نمیمونه. یه شب وقتی داشتم ظرفا رو میشستم و مامان جونم تو اتاق بود، یه دفعه صداش قطع شد. دویدم تو و دیدم روی تخت افتاده. دستاش سرد بود. امیر با سرعت بردش بیمارستان، ولی دیر شده بود. سکته مغزی اون فرشته مهربون منو
از من گرفت. پاهم سست شد. انگار دنیا دور سرم چرخید. مامان جون همه چیم بود. کسی که از هیچی نترسید. کنارم وایساد. برام مادر شد. شد سایه خنک روزای داغ زندگی. یه هفته بعدش وصیت‌نامه‌ش رو باز کردن. خونه رو نوشته بود به اسم من و امیر. همونجا بود که دردسر اصلی شروع شد. بچه‌هاش از خارج اومدن. با کت و شلوارای شیک و عینک دودی و یه عالمه ادعا. گفتن معلوم نیست که این دختره چه بازی را انداخته که خونه رو به اسم خودش بزنه. امیر تا اومد چیزی بگه یه دفعه یکیشون گفت آخه تو چه نسبتی باهاش داری که خونه رو به تو هم داده؟ امیر آروم جواب داد من شوهر پرستارشم. همونی که مثل دخترش بوده. نه به زور نه به زر. با دل. صدای داد و فریاد بالا گرفت ولی مامان جون کار خودشو کرده بود. وصیت رسمی بود. سند رسمی. قانون طرف ما بود. اما اونا اصلاً وجدان نداشتن. آخرش با کلی قرنق و چشای پر از حرص رفتن و خونه موند برای ما. ولی دلم اون هنوز توی اون اتاقی بود که دیگه بوی مامان جون نمیداد. یه مدت بعد از اون همه کش و قوس و دلهوره انگار همه چی داشت میافتاد رو غلطک. من و امیر دوتا آدم زخمی ولی عاشق شروع کرده بودیم زندگیمونو و آجر به آجر داشتیم میساختیمش. یه روز از سر کار اومد و یه دسته گل خرید. نشست جلوم و گفت تو خود معجزه‌ای هلیا. باورم نمیشه دارم با تو زندگی میکنم. چند هفته بعد اون 2 خط آبی رو روی بیبی چک دیدم. دستام میلرزید. قلبم از تو دهنم میزد بیرون. رفتم روی بالکن. نشستم روی پله و زل زدم به آسمون. یه چیزی بین ترس و شوق قاطی شده بود تو گلوم. نمیدونستم بخندم یا گریه کنم. وقتی به امیر گفتم نگو که چقدر خوشحال شد. بغلم کرد و 1 ساعت بغضشو خالی کرد. خندید. اونجوری که یه مرد وقتی که خبر پدر شدنشو میفهمه. تا مدت‌ها هر شب از روی شکمم باهاش حرف میزد. با اینکه هنوز قلبش شروع به تپیدن نکرده بود. ولی برای ما یه جهان بود. تا اینکه یه شب ساعت تقریباً 2 بود. امیر شیفت شب بود و من توی خونه تنهایی داشتم یه لیوان شیر میخوردم و واسه بچه‌مون توی ذهنم اسم انتخاب میکردم که یهو زنگ خونه خورد. در که باز شد خشکم زد. اصلان بود. بوی مشروب از یه فرسخی میزد توی صورت آدم. چشاش قرمز، موهاش آشفته، یه لبخند کج. همون جور لعنتی که همیشه باهاش آدمو دست مینداخت. گفت فقط اومده حرف بزنه اما نگاش یه چیز دیگه میگفت. اومد تو و در و بست. من چند قدمی عقب رفتم. گفت خیلی دلم تنگ شده برات هلیا. حق من تو نبودی؟ گفتم بره. گفتم داد میزنم. خندید و گفت کی باور میکنه؟ اومد نزدیک. نفسام سنگین شد. قلبم کوبید و دستام لرزید. یهو همه اون ترسا، همه اون خاطره های لعنتی برگشت. فقط یه راه بود. دویدم سمت حیاط. با صدای بلند جیغ زدم. اونقدر بلند که گلوم سوخت. که همسایه‌ها نذاشتن حتی 1 دقیقه بگذره. چند تا مرد از بالای در پریدن تو. اصلانو گرفتن و انداختنش زمین. منم گوشه ی حیاط افتاده بودم. با شکمی که توش یه جون تازه بود و قلبی که از ترس داشت از جاش کنده میشد. اون شب وقتی امیر رسید خونش به جوش اومده بود. وقتی منو اونجوری با اون حال داغون گوشه ی حیاط دید گفت قسم میخورم که اون دیگه نفس نکشه. ولی من جلوشو گرفتم. با گریه، با نفس، با اون دل خسته‌ای که هنوزم واسه همه چیز دل میسوزون. گفتم اگه تو بزنی یه عمر جنگ بین تو و داداشت پا میگیره. نه من تحملشو دارم نه بچه‌مون حقشه که تو آتیش شما بزرگ بشه. گفت پس چی؟ این حرومزاده رو ولش کنم؟ گفتم نه. یه نقشه ساده ولی محکم کشیدم. رفتیم و شکایت کردیم. اما نه به اسم تعرض، به جرم دزدی. گفتیم وارد خونه شده. خواسته اموال شخصی رو بدزده. تهدید کرده. شاهدم که کم نبود.
همسایه ها، اون جیغ نصف شب، اون داد و فریاد، اصلانو گرفتن و چند ماهی بازداشت موقت با چند تا شاهد و تهش هم زندان. نه آبروریزی شد، نه جنگ فامیلی، ولی ادب شد. فهمید که دیگه اون دختری که یه روز بهش خندیده بود حالا خودشو بلد شده. بلد شده حقشو بگیره و قایم نشه پشت قصه. چند ماه بعد اون صدای عجیب و دلبر، اون گریه نرم و کوچولو، یه جون تازه، یه تیکه عشق اومد تو بغل ما. بچه‌مون. چشاش شبیه امیر و لباش شبیه من. اما نفس شبیه زندگی بود که با 1000 تا درد ساختیمش. ما یه خانواده شدیم. نه از همونایی که از اول تو قاب عکس بودن. از اونایی که از دل زخم دل بریدن و از هیچی ساختن. الان که داستان زندگیمو براتون روایت میکنم یه فنجون چای دستمه. بچم کنارمه و امیر داره با اون لبخنده همیشگی از دور نگاه میکنه و ته دلم میگم آره هنوزم سخت میگذره، ولی من هلیام، دختری که از بهزیستی رسید به عشق، از خاک اومد تا ریشه یه خانواده بشه. و این پایان داستان زندگیم بود. پایانی که خودم ساختمش، با اشک و با درد، ولی با غرور. دوستان و همراهان عزیزم در چنل داستان هم، از اینکه شنونده داستان هلیا بودید از شما بسیار سپاسگزارم و ممنون میشم که اگه داستان رو فراموش کردید لایک کنید. برای حمایت از ما داستان رو لایک کنید، با دوستانتون به اشتراک بگذارید و نظراتتون رو راجع به این داستان داخل کامنت ها برام بنویسید. شبی پر از آرامش الهی رو برای همه شما عزیزانم آرزو میکنم.